نگاه به زندگیمون بکن. ما کسی بودیم که دستمون چطور ممکن است بشه. درستش میکنم. همون موقع باید بهش میگفتی لپتاپ نداری. لپتاپ دختر منو کدومتون دزدیده؟ وای عوضی با شما کریم مگه؟ بله کارت آقا. الان دلار و سکه ساعتی میره بالا رو همه چی تاثیر داره بجز مو. چی شد تو یا ناقافلی رفتی کلتو تراشیدی؟ این زندانیا. پاسبا میخوام از که اعتصاب بکنم. میگن دلار ثبات نداره دیگه جنس نمیشه. شما که تو رو خدا نمیخوای اعتصاب کنی لپتاپ بچه من بمونه اینجا. بله. واکن در خانم. پدر شما سابقه سرقت داشته دختر خانم. بفرما. توهی؟ تا لپتاپ ندی نمیرم. با دخترم چیکار کرد؟